کریر نخستین خلبان زن در افغانستان با آمدن طالبان به خاک برابر شد. محدثه میرزایی 23 ساله اولین زن در افغانستان است که هواپیما میراند. سال گذشته در شرکت کامیر به ترکیه، عربستان سعودی و هند پرواز کرده است. اما بعد غصب قدرت از طرف طالبان، افغانستان دیگر برایش امن نبود. من چرا افغانستان را ترک کردم؟ به خاطر ترس طالبان بود. زنها در افغانستان همیشه این ترس داشتن با آمدن طالبان چه فرقی در روند زندگیشان میه و با سابقه ای که طالبان در افغانستان حکومتشان داشته و ظلم و ستمشان بر زنها، این همیشه یک ترس بزرگ برای تمام ما زنها بوده. و در حال از اینکه من اولین پیلوت زن افغانستان بودم و همیشه به خاطر حقوق زنها جنگیدم در زمانی که من در افغانستان پرواز میکردم، این ترس و هراس از اینکه چه اتفاقی به سر ما بیفته وقتی که طالبان میایه باعث شد که من افغانستان رو ترک کنم. هنگامی حمله طالبان به کابل در ماه اوگوست، محدثه در فرودگاه شهر بود. او به هواپیمای اوکراین نشست و از آنجا به بلغارستان آمد و درخواست پناهندگی کرد. در این ضمن زنان افغان منتظرند ببینند طالبان چه قانون و قاعده برای زندگی آنها مقرر کردنی هستند. حالا زنان از حق کار در حکومت محرومند و فقط در مؤسسه های انگشت شمار کار میکنند. اینقدر ما زحمت کشیدیم در افغانستان و یک جایی که مردم فکر نمیکردن یک زن پیلوت میشه و در بخش هوایی کار میکنه. ما رو به دست آوردیم و این زمینه رو برای تمام زنای افغانستان، این دروازه رو برای تمام زنای افغانستان باز کردیم و با آمدن طالبان هیچ چیزی تغییر نمیکنه. ما دوباره پرواز میکنم و هر زن دیگه افغان که میخواد پیلوت شود پیلوت شده میتونه. میرزایی باور دارد او کارش را ادامه خواهد داد و زنان دیگری افغان نیز با او پیروی میکنند. من را همیشه گفتم من شهروند افغانستان هستم، من کسی هستم که به افغانستان و مملکت خود به کشور خود میخوایم همیشه خدمت کنم و در صورتی که طالبان واقعا چیزی که گفتن تغییر کردن و به حقوق زنها احترام بانن و دوباره بانن که ما به کار خود برسیم طبقی که قبلا ما کار میکردیم با راحتی با آسانی بدون هراس، اگه او وضعیت اگه او زمینه و ما مساعد شد حتما چرا که نه. او مشتاق بازگشت به وطنش و ادامه کار در آنجاست.